دیرین دیرین بیسر و سامانیان روی خطوط میراندند. بزرگترها به آنها یاد دادند که بین خطوط برانند. بنابراین آنها باز روی خطوط میراندند. بزرگترها آموزش را بیشتر کردند که آنها بین خطوط برانند و این گونه شد که آنها مجددا روی خطوط میراندند. بزرگترها با صبر آموزش را تکرار کردند تا اینکه بالاخره باز روی خطوط. از اینها هی بین خطوط، از اونها هی روی خطوط. بزرگترها عجب گیری افتادند تا اینکه بالاخره فکری به سرشان زد که نتیجه را درست کرد. بیا و واقعا بی سر و سامانیان بین خطوط راندند. حالا آن فکر چه بود؟ این تعویض آموزش گیرنده. خلاص از اولم باید همین کارو می‌کردن. سلام ای منوشهر ابن دیوید ابن هوشنگ ابن ابوالجرج ابن سمرقند نرسیده به بخارایی.